برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 30-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. بهر آبادی و سازندگی ناحیه شهرنو ساکنان جماعت شهرک ناحیه تصمیم گرفتند هر روزهای استراحت حشرها تشکیل نموده کوچه و خیابان راهرو و نزد مؤسسه‌ها درآمدگاه شهرک گرد و اطراف را از پرتو تازه نمایند. کوشش به خرج می‌دهند که بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های ملی کشور سهمگزار باشند. از جانب مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های افزون‌گرد ناحیه نیز در دهه‌های دوردست کارهای تخت و هموارکنی راه‌های بین‌دهنی با مرام ادامه دارد. توی کروقتی ده حقیقتی کار برسودیم همکاری کردیم حرکت کردیم که راه‌های محلی راه‌های بین دهه‌های همین خیلی تعمیر یکلوق تعمیر جوری گذرانده. سرجمی ساکنان در حشرهای عمومی با حس بلند وطندوستی و با عزم قوی دست زدن به کارهای آبادانی دیارشان شهادت از آن می‌دهد که پیوسته در تلاش آنند که دیار خود را آباد و زیبا گردانند. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه ساکنان همه جماعت و دهات ناحیه شهرنو تصمیم گرفتند که من بعد نیز فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند. اونی که می‌بینیم در ناحیه تمام کارخانه تشکیلات نوبسته از شکل مالکیت طبیعتشان برای تازه کردن راه‌ها کوچه محله‌ها برآمده دست جمعانه مهنت کرده ایستادند. مقصد از گذراندن چهاربینی مذکور فراهم آوردن یک محیط زیستی سالم تازه آزاده نمودن راهرو و کوچه‌ها و جلب نمودن توجه مهمانان میباشد. با مقصد وسعت بخشیدن و با در نظر داشت ضرورت انکشاف انفراساختار دهات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان در پیام نوبتی خود سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند. از این خاطر امروزها در تمام گوشه و کنار مملکت کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه جریان دارد.